با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. ما این صبح به نمازگاه می رویم و عید رمضان رو جشن می گیریم. ماه رمضان با همه آن زیبایی‌هاش، با همه آن فیض و برکتش و آن درس‌ها و پندهای خاص خودش از ما رفت و هر کسی که از این ماه یک درس گرفت، یک پند گرفت و خودش را ساخت و انا همون اخلاقش را تغییر داد به سمت خوبی ها برد کرد و این عید را جشن میگیرد و فرداش باشد ما جشن دیگری خود یعنی جشن نوروز را جشن میگیریم. ما این دو عید را که در شرایط جشن میگیریم که خاور میانه ناآرام است، افغانستان ناآرام است و از همه مهم کشوری به ما دوست و برادر و همزبان و همفرهنگ ما ایران عزیز بمباران می شود. واقعا در این روزهای جشن، در این روزهایی که ما خوشحالی داریم، فرزندان ما خوشحال هستند، طفلکان ما خوشحال هستند و ما در کشور آرام و آسوده، در کشوری که یک صلح سراسری دارد تاجیکستان عزیز این ایدها را جشن میگیریم، نباید مردم مظلومی ایران، افغانستان و نقاط درگیر دنیا رو از یادمون ببریم و ما که در یک شرایطی آرام و صلح زندگی میکنیم و این ایدها رو جشن میگیریم، اولا به قدر این صلح، به قدر این آرامی، به قدر این تنجی برسیم و شکرانه این نعمت بزرگی پروردگار رو به جا بیاوریم و ثانیاً در حق برادران خود در سراسر دنیا دعا بکنیم و خدا کند که صلح، آرامی و امنیت هر چه زودتر به ایران عزیز بر بگردد و خداوند بزرگ در این جنگ نابرابر، در این جنگ اهریمنی ایران عزیز را پیروز بگرداند و امیدوار هستم که مردم سربلند ایران، مردم عزیز ایران این مشکلی را، این مصیبت را و این جنگی نابرابر را مثل اجدادان گذشته خود با سربلندی پس سر میکنند و پیروز از میدان بیرون می آیند. برای یک شما هواداران برنامه کتابخوان و آنهایی که این نوا را میبینند عید را مبارک میگویم. عیدتان مبارک و برایتان کامیابی، پیروزی، تنی صحت، خاطری جمع و صلح پایدار رو در تاجیکستان عزیز از خداوند منان تمنا دارم. باقی کامیاب و خانه آباد و تن صحت و سالم بمانید.